سلام دوستان محترم، مهمانی افیر امشب ما شما دوستان باز یک شب دیگر با شما خواهم بود. هر چقدر که باشد در این افیر دوستان علیه دهه آخر ماه رمضان آمد. علیه الوداع یا شهر رمضان، الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وخلق القرآن. هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. الوداع يا شهر رمضان، الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وخلق القرآن. قیام الدین یارو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سازی کنجی که خدا رو شد دوستی عزیزی من شما دوستان با این شب افیر حتی لایک هم زنید و گفتم سیک استراز رو 4 نفر دوستو حتما همه ضروری یا لایک شد یا کمیل لایک تاکید سوزید. سلام علیکم مردم و علیکم سلام. این کجا و شما چیزی شد درشی کدوم روز نبودم که افیر پرپستکات کرده بودم اما شکمدار بودم و تمپراتور رو داشتم روز اصلی همه تمپراتور رو ببینم لبانم پر از جیمو اشق میگود نمیدونم در جیش مشیر میگود رسید دهان پر از اشق است. 8 کس یکی لایک کردن غیر از حامل دیگه هم از لایک زدگی نیستی. یه در روی اکران دو بود پخش کنید یه در طرفی دستی راست بولو 3 نقطه رو پخش کرده بعدا همانه من تیک تاک یو فایل میکنم ببینم چیز فایل میکنم گل پل میپارتم که ارزونش گله هفه گل چقدر؟ آلو شما گل پرتم شما فایل میکنم؟ نه من ندونم در این نیسته. خداوند شفای کامل دهد آمین. رحمت دوستی عزیزم و حمیدو وای عبدالحکیم مراجعت کرده دوست عزیزم که از دکتر حیوانات هستم. ما انسان زنده باشید یا که شما ما رو به من درست برداشت میکنم. عادل نظیف شکر اون مسکر گذاشتن همون گفتی خودتان ها عادل بی زنده باشی. چوینک لگزو باشه یا چوی؟ نه داری بگه سیده زنده باشی حتی لایک زنید 9 نفر دو لایک آقا جون اون چاینا یا پیال چه آمده اگر داشته باشه نه در پیال رایده مال جل خیرش این حضور کدام افطار با به تقریب حاضر شده چی بلا زنون شما بردم حجم نبات چه کرده زنه های آخی
منیجه سلام چی گپه که این افیر ده این افیر ده در اون طرف اکران یک تا بیزنس چی هست این بیزنس با خدا بسم الله جزاک الله خیرا اینجا اوش پخته ایستادن در این دیگ کلان تقریبا 65 کیلو برنج می اندازم برای سحرخوری روزه‌دارو است. منیجه خون همون خاطر خیلی که در گرد دیگ سمالک می ایستم ما در گرد دیگ اوش پلو می ایستیم تا اینکه اوش آماده کرده برای مردم بذارش. بابای نور محمد گوی خیزر در خوب سلام علیکم. بابای سید احمد گوی بابای نور محمد نیستن نه از کو اوش بده او زنده باشی خواهر عزیز منیجه با نیت شفا نوش چویا در کدام طرف های شما در طرف های مسجوه نه دوستو لایک زنید و چرا نیستی جگر امروز لایک نیست مجبور اینجا این کارخانه نه کارخانه نیست اینجا محله پیام بابای نور محمد شما گوید بابای نور محمد خیلی خوب بابای نور محمد خیلی خوبند منم تو نمیدونم در گوید خلاصه درخواست کردن که ما برایشون بودیل نکشیم خیلی دکو نور محمد نور محمد کو خیلی بخشش برای سوالی بسیار نو اومدم ما اولی نمیدونم اینجا چی گپه هیچ گم نخواه از اینجا شاپک شما هست یک دیگ موندگی هستیم ما هر شب برای سحرخوری روزه‌دارو اینجا از تقریبا 3 یا 4 روز رمضان این جانب اوش پخته ایستادیم و تقسیم کرده ایستادیم برای روزه‌دارها کسی خبردار شود نو واسه از محل اومده سهم خود رو برده برای روزه‌خوری اوش میبرم. این برادر گفتیستن که دیگ خیریه دیگ خیریه ماشاءالله این خیلی باشد آفرین زنده باشید خواهر عزیز این پیری کار و سید احمد هستن قطعی شاگردشان حاجی محمد یوسف
این خوجا رحمت بوی نور محمد خیستن در خوب زنده باشم بوی نور محمد خیزی زنده باشید خداوند روزه نماز مومنان را قبول گرداند فقط گل داشته فقط گل داشته دوست رو خورد یعنی علما باشه که بینت شدیا تکنید اوپروس دیدید خواهر عزیز در اوپروس یک تا رقم است نشان سیتی است این همون کسی چیز نیت دارد در همون اوپروس دو جا مصرف میشه اگر آدرسش معلوم نباشد لیش در خودم استفاده میکنم اگر گوید که در همین دیگ که پگاه میشد این دیگ بو خدا خواهد در اون دیگ میتونید سهم خودتون گذارید خو یا سون خو پرگی همون دیگ از فرق است نیست میتونید دستگیری کنید یکی اگر ما بودو یکون چی می پفتگی باشید سرازه گوید همون رقم واتساپ هسته شید پگو میپرتم نصیب باشد ناسکو زنده باشید هر رقم سخرانید کنید موادو میپرتم دیگه باشید این دیگه مو از 3,500 تو 1 سومون قبول کرده میگیره مکسیمالش 3,500 مینیمالش 1 سومون چی گفته چیز؟ اصلا ابرو برچین وای نه برنامه اونو زنده باشید البته سخاوتمندی این یک اخلاق حمیدی مسلمانی است چون سخاوتمند شدن فقط با سخن گفتن نیست این همت میخواهد چون شخصیت با خیر و سخاوت کردن به خود اخلاق سخاوتمند را قبول میکند این نه اینکه همان میکنم میگوید البته ما شما رو در نظر نداریم که شما منیجه خون شما پگاه این کار کنید گفته البته میگم که سخاوتمند این یک اخلاق حمیده مسلمانی است اینا کسب میکنن آدم با این کار کردن یا چیزی دیگر نگفته نموند ثواب خیر بخیل قیمت‌تر است نسبتی شخصی سخاوتمند چون
سخاوتمند این اخلاقش هست. خیر کرده ایستاده میره از برای الله. اما شخص بخیل بزور از دلش کنده نیمی جانش کنده میدهد. برای او خیلی دشوار است از مولش جدا شدن و اما خاطر بخیل به دو تا اجر. عادلبک نرزی منیجه مردم همه کسر دوت میتین بهترین. اوکی منیجه گم نیست شما را برای ریکورد توپگو بو میدارم نصیب باشد بسیار اقدام نفس. عادلبک منیجه همون پاور حاجی شدگیان یا دوی زکرنای برای خودت میتین گم نیست. بهترین این شب به نظرم نسبت دیگر شب ها بیننده ها خیلی کم هستند. لایکو را نیز زن دوستو نوو را به یار دوستانتون پدیلید سکنید تا اینکه اگر از همین گونه اقدامات های خوب به بهره باشند اگر بهره ور شوند. منیجه خوب گفتیم زنده باشید. خدا نگهداری هر یک کاری که شما باشد، چی شما در وطن باشید چی در سفرنده باشید، سفر بی خطر خواننده باشید، اینجا آباد باشید، بیزن باشید. خداوند زنهای صالحه نصیبتون گرداند. اگر به شوهر باشید خداوند شوهرهای نیک صالح نصیبتون گرداند. بی فرزند باشید فرزند دهد خداوند. اگر فرزنددار باشید بسیار دختر داشته باشید در آرزوی پسر باشید خداوند پسرتون دهد. اینکه در آرزوی دختر باشید خداوند دختر دهد. در هر جوری که نباشید خداوند به دل نیت نیکتون دعای شما را عملی گرداند. عادلبک نرزیب آدمون لندن در تراویحند زنده باشند. مردم تراویحان خداوند عبادت هایشان را قبول گرداند چون ماه عبادت و خیر و سخاوت است. چون همین کارهای خیر و سخاوت در ماه رمضان یک فیض و خوبی های دارد که چون اجرش نسبت دیگر ماه خیلی خوب میکنند. چون یک دهی شاید از 700 و زیاده از 700 برابر اجر بگیری. همون خاطر ماه فرصتش از دست دادن در کار نیست. او لنگی با صفت چی داره؟ گندم کش یک لنگه پر از گندم کوبیده دو تا نمیدونه. همین گونه دو لنگه است تقریبا 100 کیلو است. پگاه اینجا از ساعتی 10 سحری آغاز میکنن. برای سحری خوری روزدارها کشک میپزند. کسانی که خبردار نبودید از حاضر ما شما را خبردار میکنیم کشک خورا باشید. مخصوص طعامی بهاری است. خیلی کالری پرقوت دارد. میتونید پگاه علا همین وقتا و ساعت 3 سحری اومده از کشک بهره‌ور شوید. دوستان عزیزی ما دعا کنید که خداوند بیماران را شفای کامل عاجل نصیب روزی گرداند. قضا و خداوند نجات دهد. شخصان روزدار روزه ماه شریف رمضان بی کم و کمبودی خداوند به درگاهش قبول گرداند. شخصیت هایی که در حج هستند خداوند حج کردگیشان خالصانه قبول گرداند. خلاصه هر عمل های نیکی که کرده ایستادند مردم
از فردای تاجیکستان مسلمانای دنیا از ریادوای سر کرد تا بزرگ مرتبهش همشه خداوند اجر و پاداش دهد. بگذار تنجی و آرامی در فضای این کشور عزیز ما همیشه هویدا باشد. بگذار بیرق وطن عزیز ما همیشه در تمام سطح جهانی هلپراس زده ایستد. زنده باشید مهاجر و مسافران، اهل مقیمی دیار. اکوشورت التماس گلها را تقسیم نکنید. پگاه خدا خواهد در وقت کشک ما یک افیر سر میتیم اون گلها رو برای ما پدرکه میکنید. دوستی عزیزم شهرت جان، طول چند روز است همین دوستانی ما در گرد اطراف همین دیگه احاطه کرده برای آماده کردن طعام خوش لذتی پلو تاجیکی یا خود همین پلو سردنی ازیارس که میگیم دست به کمر همت بسته تمام آماده میکنند. هر کی با هر اصول خود در این دیگ سهم گذار است. یا خیلی با هضم، یا خیلی با محصولات، یا خیلی با خدمتاشون در اینجا شخص را استفاده میکنند. شخص را واه بهترین. این کدام نمودی دوی ما به شما پسند آمد که اینقدر واه گفته؟ شما را هم شفاعت. آمین. زنده باشید دوستی عزیزی ما. گلش نفرت افتید که این خیلی نکنه مرام شده ما خمه میزم برای گل گرفته شون خود را پدشکه ها من بلچکه بودم بلی و خرسان شد یک گل گرفتم گفته حالی نو فهمیده این که نویچه اونه گلو تقسیم کرده میگنم دیده که تو آخر افیر شما رو تعریف کرده میسته یک سنال نشد باید بزنم چی خوش لذت دارد آش پلاو تاجیکی. زنده باشند پاوران تاجیکی. در این دیگ تقریبا چند کیلوگرم برنج ریخته شده است. روزی گذشته 70 کیلوگرم بود، امروز باشد 65 کیلوگرم کرده هستیم، چون مردم اوش خورده علکه خودش کم کم میبرد، چون از اولی رمضان آدم ها اومده از همینجا اوش برده ایستانند. باید در حیاتش بار اول گل گرفت از دست اکوشورت. همون گفت که یک گفت ندارم.
اه چه میبرونه مسئولی سخت تعریف تو میکنند میپرتی تر ولی من میرم نشانش میتیم نه من اونجا میشنم من مقصد هنرم نه اما یه چوی گیرم نه خبر نیست بابا شوی اخوجه ها او طرف خطی گرفتم اون چه تاگی؟ بعد دانش خمید رو اینا خوشش اینا بسم الله نسوزی جان اوصاف بودی یا کی و سیاف کی بود ندیدم چهرشه کدومیشه اون برکه بیان عکش را یکم بار گلش زدن خیلی خرسانش لگه من خوش سیاه یکی آره خوشه سیاه ورشه پول نمیگیره چه 18 نفره دوستو لایکو امو از لایکو خبری نیست زنید لایکو را بول لایک نزنید ما تیک توک داریم در تیک توک گل بوم میزنم دیروز تقریبا 3 ساعت در افیر شتگی بیدیم تو موزیکه خواهر خیلی بالا هم دست میکنی ضررش در افیرمون میرسد Ahmet Aksakali merhabalar kolay gelsin hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar çok teşekkürler Ahmet abi Aksakal خوش خوش gelipsiz. Sizge like ettim. Çok teşekkürler. الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين sizin değil mi? Elbette. Biz Tacikistan'dayız. Tacikistan. کشوری آوازه دارم تاجیکم هر کجا هستم هم میدیده گلدوزی میکنی تمارکو نمیخیزونن تو نکو تمارکو نمیخیزونن تو اونو
اصلا اکوشورت گل برداشتن گفته آخه بیال من درون همیست از همین من درون دیام بیجیم مادر همون خیست اومد همون خیست شد این دیگه هم برای من دیدم کارو بوتو آموده سلام olsun Tacikistan'a. Aleyküm selam Tacikistan'dan Türkiye'ye. باشه دوستو همه کسانی که نه با افیری ما اومدید یک توگی لایک بزنید. طرز زدن لایک در روی اکران 2 مرتبه. اگر نخواهید در دست راست بالا 3 نقطه را پخش کرده یک تا لایک میمونید برای همین دیگه شروعی ما اکوشورا نغز سلام گوید گم نیست اکو جون خدمت هم در اکوشورا احمد اکساکالی ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama aslen Türkistanlıyım, Uygur Türk'üm. Maşallah. Uygur kardeşlerine selam. Çok selamlar. İnşallah kokmasın ha. زنده باشید احمد اکساکالی مرحبا مرحبا یا شهر رمضان مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن أما الآن الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برکه یابتان دوستان عزیزی ما خوش آمدید نوری دیده تاجی سر کسانی که نه به افیر داخل شده هستید و گفتی برادر ازبک است که ترس 2 مرتبه در روی اکران میزنید یک تا لایک میشه لایک بی پول است لایک تنها برای رسترانینی همین افیری ما است یعنی که ویدیو ما است یعنی که همین یوتیوب میبیند که مردم در همین نوار لایک بسیار گذاشته شدن و دیگر مناطق روی دنیا فهم میکند چون میگوید که من همین ویدیو را مردم پسندش آمده است شاید به شما نیز پسند گفته به دیگرها روان میکنند همین خاطر لایک میگیم ما اصلا از لایک ما فایدهش همین که ویدیو ما را بینندش در دیگر جاها پیدا میشد انا خدا خواهد آش کنده ایستادن برای روی گردان کردن چون اگر آش کسانی که خوردگی باشن یعنی که آش هم خیلی یک پرتاب که خطی نمیپذد تقریبا 2 یا 3 مرتبه او را روی گردان میکنن که برینجش همش آب خورده بپذد مخلصه کشک پگاه همین وقت یعنی که وقتی تقسیم طعام ساعت 3 است در همین مکان از پگاه از ساعت 10 سر کرده کشک میپزند مرحمت کرده اومده کشک میخورید یا اینکه میبرید
شونزده نفر نگاه بین دارم. اقلا یکتگی نقطه است، سلام است بنویسید تا که ما فهمیم که شما ما را نگاه کرده. البته یک بار نویسید که شما ما را از کجا، با توسط چی، با کامپیوتر، با تلفن یا با تلویزیون تماشا کرده استاده. یکتگی نویسید کامنتاری خوب دوستو، دست شما درد را نبیند. اگر در سفر باشید سفر بی خطر، اگر مقیمی باشید خانواده تنجی و آرامی نصیب گردان باشید. بیمار باشید خدا شفا دهد، بیزن باشید خداوند زن صالحه، بی شوهر باشید خداوند شوهر صالح نصیب تان گرداند. محمد ابراهیم، السلام علیکم. و علیکم سلام آقای محمد ابراهیم. Allah kardeş. Ne diyor bu? Ne diyorsun baba? Bizim logo normal lan bunu. Ya. Normal bu. بونو سلام علیکم. اکا سوزین خوبین، زنده باشین خواهر عزیز ما بونو. برای شما من یه نوارچه کردم، اگر چی نمیدونم دیدید یا ندیدید، پسند آمد یا نامد، به هر حال همونجا یک لحظه هم در گرد و اطراف پنجشیر یک نوارچه کردگی بودم. نمیدونم دیدید یا ندیدید، لایک رو زنید دوستو تا اینکه نوار بینندش زیادتر شود، چون از اول نوار تقریبا 37 دقیقه با شما هستم، تنها 8 تا لایک است. ام کجا بابای نور محمد با خور رفت و خواب شیرین با فراغت برای بابای نور محمد خواهان هستیم. بگذار خوابی ببینند که از خواب سیر شوند. اون چی خوابای نیکی که میبینند در حیاتشون پگاه ببینند. جامعه عمل پوشد، زنده باشند. اگر سحری خوری نکرده باشند حتما خسته سحری خورده بعدا خواب کنند. دوستی عزیز ما نور محمد. بله دیگرگون شده است. در آن اونجا گرد اطراف هفته وقزل گوییم دو تا بینه کلان شده ایستاده، یکیش در داخل هفته وقزل است مگزین می شود و دیگر در پهلی پنچر یک تا بینه تقریبا 2-3 آشیانه شده است. اونجا هم نمیدونم چی میشه. خلاصه
تغییرات است. شما 2010 اونجا کار میکردید بهترین. در کدام جاده کار میکردید؟ که در کدام ساحه؟ از اینجا معلوم می شود که شما در این منطقه نیستید. خب با سیاف یک چای دیگه نمیشه بریزی اخلا نه رو حق کردیم هر چای دیگه چیزی نمیخوایم خوریم سلام میگم مرمه هم باشه شویم چی شدم خریب چویا چاپشو جیان خبردار نکردی که در این چویا خریب به دستم میزمش میاده زنده بودم منت دار هستم هفت منوت دیگه من نفهمیدم چیزا همین تیک تاک چیزه باشه پرامای تیک تاک چیز من ندارم پرامای فی هم مردم درون میگن که چرا چیز من ندارم چق چق میکنن این شخ چه؟ شخ او باشه هم پاپولار نه جام نیست که میبینیم او پگرم گل شمه جمع کنه وای اپون بیفایده نمیدونم پاپولار نیست صندوق کردم یک بارشان صندوق برای هم صندوق گرفتم منوتی مخصوص دارد و شخصیتش هم محدود هم همون صندوق پایده میشه که شده میشه همون سر از نکته اون چی نصیب تو میکنه همون وقتی که صندوق وای میکنه اون فیلی نشون دادن ولی همین صندوق ندارم دستی این سم ندارم این هم ندارم این هم ندارم تیموال نداره یه آدم داره خدا اینو نداره پاپولار نداره این منو براسه چیزه دو هاوی هر دو جنگ کرد یا دل آدم میزه یا اینش بریسو ده بو همی وینو رو میفروختیم در این بازی کنم که وینو بایی میتیم چی نه کرچی پول کرده یا بالا کردم من بوی عبدالستار خطی کپکو گبل شده بوبار نیست سهر هم دارم همونجا با عبید هم دارم همونجا با کورو بوتون تیک توک یعنی اون نشون تا چی؟ یا اپا من نشون شاید هم دختر بوی بفوا You very like اینو کراچی وای میگننده شرط میکنه
چیزی گوید که وقتی در حال بوی دادن و کردن میگیره نه و مرده که از جوان زدن میگیره شکسته Bak ne zna çoma kan. بازی بیاره میشه مثلا تو شرط وای نکردیم ما اشنوی بهادور بابا کلان و خانه کی هست اینجا؟ اینجا محله سامانیان مردمی دور از وطن راحت میکنن معناش همین چی کدومی از معنی این چی پرسیدن؟ موضوع فردوسکو بهادری آشخانه دارد؟ نه خانه کی هست؟ قلندر و قلندر شو ما اشنای بهادر زنده باشی اشنای هر کسی که باشی بگذار اشناگی تو با اون شخصیت صمیمی باشد چون از همدیگر شما بهره ببرید نه اینکه اون چون اشنای باشید که فقط از اشناگیتون خفه باشید نه که اشناتون اشنای حقیقی باشد زنده باشید با اون قلندر و اساس جورش باشید بهترین هنوز ادکریت کنید صندوق بود ککشاد میشه حالا چینی منید یک تا ویبرات پدارم نتید اما کن کنه ندارم و بکن یا اکو در اونجا پرسیدن که چی معنا دارد افیر همون اکو را گفتن مردم غریب راحت میکنن چی معنا دارد در اینجا معناش خیلی زیاد است دوستان این یکم شده تشویق است در کار خیر البته این چیزها در جاهای ما غریب است چون ما 2 سال پیش خبردار نمیم از همین گونه کار مردمی ما از مردمی خوجان دیده این کار رو تعصب کرده و اینجا آور سال گذشته ما تقریبا یک 10-12 روز همین خیلی اش دادیم این محله و همین مکان با این سال باشد چند جای محله از کار خیلی که ما کردیم در این محله دیده تعصب کرده حالا هم اونها اش کرده شاید در سال آینده نه تنها در همین دیار ما سامانیان بلکه در دیار زرافشان در دیار حاجی امیرو یا در منطقه دویمش است که سیوم یا اینچین هر جایی که نباشد دیده تعصب میکنند یک مشکلات حل میکنند یک برای مردم نیکی میکنند البته سخاوتمندی است این یک اخلاق سخاوت رو به خود کسب میکنند که مردم این دیار کسب کرده ایستاده است بگذار اگرچه انمون باید در دیگر جا باشد و هر حال جای مکان تقسیماتش همینجا است با یک شادی و سرور مردم آمده این دیگه تلاش کرده میبرند و با کلان و بهترین عمل البته در دنیا فقط عمل نیک است که دستگیری آخرت میشد پشیمانی ندارد عمل خیر پشیمانی ندارد اصلا چون میگوید که هر کسی که یک ذره عمل نیک میکند اجر و پاداشش را در آن آخرت میبیند وحدت سیتی یا اینکه وحدت سیتی چی گپ اینجا اکو اینجا دیگ اوشی پلو برای سحری خوری است پروست چلویک خوش به حالتان برادران مهربان ترک خواب کرده برای مردم روزدار خدمت میکنین خدا از شماها راضی باشد سلام از شهر کریم زنده باشند
مردمی که در قریم ما رو تماشا کرده ایستاده اید یا هر جایی که دنیا در ما رو نگاه کرده اید حتما یک تا لایک بزنید. طرز دادن لایک در این نوار ما آنچنان است 2 مرتبه در روی اکران پخش کنید. اگر یک تا رسمی پالچیک میشه لایک. اگر این چیز هم نشد میتونید در طرف دست راست در بولو اینجایی که انگشت من میتواد 3 نقطه است. اما 3 نقطه را پخش میکنید. در آنجا نراویتسا یعنی که لایک و دیزلایک است. کدامش برای ما میزنید فرقی ندارد. دیزلایک هم باشد میشد، لایک هم باشد میشد دوستو. وحدت سیتی علو گفتید و گفتم که دیگه خیریه مونده هستیم برای روزدارها، برای پگاه سحری اینه که ساعت 3 سحر این اوقات تقسیم میشد بین روزدارها. و کلان افطار برای چی نمیکنن مردم؟ میکنن مردم. کی میگه نمیکنن؟ افطار هم میکنند. افطار هم میکند، سرخوری هم میکند. گوشت بگیره؟ محمد سیاف یک نقطه بس است. اگر که نقطه است میگن که قطره با دریاست، اما یک نقطه خودش یک نقطه است. چون اینجا جای دریا هست هیچ گم ندارد. هر کی هرچی میگن گفتن کی من کردن کی میگود نه گپ و گپ افطار کرده ایستادن مردم. شعر است. چی شعر است؟ یا که شور است گوید؟ تمام شور است میگید؟ نه، دستی پاور اصل دارد، اوقاتش خیلی لذیذ و خوردنی بوب است. نه اینکه شور. زنده باشید اکوی ما بابا کلانوف. یک نقطه بس است. اگر شعور است بخشش زیاد میپرسم. چون میگن که سخن از زبان لقمان خوش است. چون ما یک کمیش فهمیدیم دوامش نفهمیده و همون خاطر بابا کلا من جیان امام الدین زنده باشی، جیان امام الدین باشی. خدا تو را نگهدار باشد هر جا که باشی، هم تو را هم تقاط خدا نگهدار باشد. سلامت باشید، زنده باشید. چند تا بودم او؟ نه گوشتو مرداش نمیگه؟ اینو باشکه شرا؟ نه شرا. یک شما. نه زنده مرد می‌خواد بود تحت کار پول که زده بره. نیست کار. چه اکوی مراد بگ نیستن؟ آیا میگم من کار نگردم. نامی گویم نمی‌دونم. بعد دیگه هم بگم. هم بگم برم بس خاطر کنم. اکوتیلو خدمت دارن نکی.
حقای تیلاتون تیلو برای این خدمت کرد جان. خب نشینید بیننده و نویسید تخمین خوبه رنگ ما بورین همین تلفن قپیده بعد دیگه خوبتون برده است. مو هم خرسند که اکتیو نست هست مردم نگاه کردن لیکن شما خوب هستید. مردم خودشون میبیان یا شما دسترس میکنید؟ نه مردم الان عادت کردگی است می آید. این راست دیگه مو شمارش نمیدونیم چند کس میرسد. اینجا 65 کیلو برنج است. پرستابید کنید که شما چند کس میرسد یا نه. اگر کسی خواهد در همین کورس هم گذارد میتونید در همین اوپروس یک تا رقم دیشمسیتی است دستگیری میکنید تا اینکه شما هم نیست سهم گذار باشه. پاور هم نمیدونم چون هر یک چیز حساب نمیکنم چند کس میرسد یا نه. اگر معرکه باشد البته ما حساب کرده میتوانیم اما خانه میبرم ما در خانه نمیدونم که چند کس هست. اصلا میگن که طعام یک نفر برای 2 نفر کفایگی میکنند. طعام 2 نفر برای 3 نفر همین گونه هر چند نفری که نباشند با یک نفر دیگه اضافه میرسد دوستو طعام. اگر بگیم که برای 100 نفر یعنی که برای 101 نفر آدم میرسد. دانیل 12 لک زنده باشی برادر دانیل. یک مویز 40 قلندر البته خیلی قلندر نیو به هر حال میرسد. حاجی اکبر ولی سلام علیکم اکو سلامتی و ناز که اوش میفرستونید ما در کازان غریبی کازان انده بودید یک کازان مونید و خدا خواهد همچون حس کنید که گویا اینکه اوش ما از خودتون پخته خورید چون این اندکسیده در جاهای ما کار نمی کند که برای شما دستفر کنیم و اینچین طعام پخته رو با فکرم از در سمالیت نمی گذارم. حاجی اکبر ولی شیغوا طول 1 ساعت میشد 3 استکان چای نوشیدم دوستو. زنده باشه. حاجی اکبر ولی من از مسجد دویم چسکه میشوم همسایه میشویم. از کدام طرف مو با هم همسایگی داریم دوستان؟ میشود یک شرح بیان کنید ولی همسایگی شما با من از اون خونه که همسایه شما است طرف پایان است توپیک یا که با طرف مسجد بولو؟ بیچارداری که الله که یک لای دارم که همه بیتم بختیار دولتov ماشاءالله الحمدلله دستان آشپز درد نبینند. نورو
محمد عبید زنده باشی. اکای محمد عبید شهر نو زنده باشین. مردمی شهر نو اینجا مسجد هست برای اوشین سحری خوری خریب که اوشی ما آماده شود. دیگه خیریه است. هر کسی خبردار شود روب ساعت 3 سحر تقسیمات آغاز می و دوستان عزیزی ما اگر نمیاد با وکلان و مسجد شسکه های جدا میکنن نباشد. همگی یک خونه بله دوستان. چند کیلو گوشت اکو؟ البته گوشت قیمت است و اما خودت نمیم تقریبا 10-20 کیلو گوشت است در این دیگ. رستم علی چند کیلو گوشت؟ 20 کیلو. مسجوش است که هاش جدا میکنن نباشد همگی یک خونه. جی بی ام نورو محدابید پیش خونی فیض الله خوجه با بله اکوی نور محمد عبید چند پورایی رسما در اینجا 2 پور است. اینه موسفیدی که دیده ساده است تقریبا 75 سال سین دارد. چون ما در اوان کودکی ما بودیم این آدم پوری همین دیوری سومونیون بود. حالا هم همین کار دوام داده استودم. همین جوانی حاضر شده محمد یوسف است. دستش درد نبیند. اینم نبینم چند وقت میشه که پور است. بول میداد. ما از سیوم میشه مورم شاگرد میگیرن. چی بنه مرحبا. السلام علیکم خورمنگزلر بار بولین تاواس از قد معریف دو پاش کشی آی نه انا که خدا خود دم میپرتم. گوشتش گرفتن در تگش چون نسوزد. گوشت قیمت هر کنه آش نور محمد عبید اکو محمد خوجه ادبی رو یاد گرفته دو زنده باشد دوست عزیز ما رو کشتیان و گپ این کوچی میرم یک تاش میگو تو روسی گپ نزن وای طرف میرم تو بلعجی مسجوی گپ نزن اون تو میرم وایت میگم این خیل خلاصه حرکت میکنیم تو اینکه یک طرزی سخن گفتن رو اون چون سخن کنیم که تو اینکه بیننده همش فهمه. زنده باشد بونو. با فکرم سخن من خنده آور بود. اکو همون سپونسوره ما یگان تاش نه اهمیت برمنگ نگاتیو چیلرگه. البته نگاتیو چیلرگه اصلا اهمیت برمیمز. اگر برون ناخوش گپ ایسا در بلوک قرمزه تینج یورابمز. خوش کلیپسیز مهمانlarımız Türkiye, Özbekistan'dan gibi اکو مو مسئلت کنیم یک دلی برای مورم تیار میکنم. مو گرفته بریم همه چیز از خودمون
یه بهترین ما با فرق نیست بیاید یک دیگه در علمیجا میمونیم ما یک دیگه در علمیجا میمونیم اوش میپزد پورتر توما یا اینکه در تقارا بور کرده برده تقسیم میکنید جای خودتون با به ملول شما همه محصولاتتون رو میبرید ما سبزی پیازش مایده میکنیم گوشتش ریزه میکنیم خلاصه اوش شما رو پخته میدیم ماشین تون خطی اومده بور کرده میبرید به ملول این خیلی وریانت هم داریم اگر نه میتونید که شما یک روز همین چیزا بند کرده که برای خودتون محصولاتون رو میبیارید میتید پخته میتیم خواهید همین دیورنگی میگیرد خواهید دیوری خودتون رو میبرید فرق نیست فرصت کم موندگی است دهه آخر آمد دهه ادخم من النیران حرکت یک ذره هم باشد خودتون از آتش دوزخ نجات دید با عملهای خیر و ثواب با نیکی کاری بود تو ریزه شم این ولیان میشون راست که با میبره گم نیست کو می نویسید اینجا برای دستگیری نویسیم کو اینجا رقم دارد واتساپ دارد در واتساپ نویسید که گوید مو گپ بی که اول یادم اکی اینجا اپل جو بودیم لایک ها خوب لیسان جو که شد اینا مینوز برافلا سینچاتون کی لاشه نورو معلوم بلوگر طاقت نیست زنده باشه اکو شهرت هم هستم خیلی که سر و صداشون همینجا گرفته است همینجا انده اکو به این کس کار پیش نمیرد اکو شهرت ازبکی دونه برحمش زنده باشه چون هم سرحد هستیم هم قشلاق هستیم البته شخص خیلی است با همسایش البته رابطه دارد رابطه نزدیک دارد با همسایش هم صحبت میشد به همین خاطر این زبان ازبکی را ما هم کمی هم باشد از خود کردگی هستیم دوستان گرم شده اوش گجاب شاهروخ سمدو اوش نوحه مسجو جماعت مسجو با وکلان محمد هم بیدار بود از کو جیان جیان شما می روش یعنی که پشتش رو به سمت دیگ گردانده است تا اینکه میونش رو گرم بکند چون هوا در شب کمی سلخینتر میاد نسبت روز نه هر مو بود نگاه خوشی بود و دیدیم من گپ نیست اکو می نداریم ما نامری شما را داریم مصلحت کنیم بعد علاقه میبریم او همون وای او اینا این جانچه را همینجا با منه محمد جان یا با وکلان شما را سلام گفتادیم سری شویم بیک تو درست می همسین فش سلام مشگوید همسین فش محمد جان همسین تون سلام تو گفتی صدا من بهترین اقدام این کجا با میره همینجا بمی محمد جان همسین تون سلام گفت جان محمد جان چون مگنه اخنه خورده و با شبه دیگر دهمی کم تر چهره چوی به فکرم فقط من نوشیدم این چوی تقریبا 4 استکان میشد که من می نوشم کار دستمه زنده باشه رفا
بسم الله. انا تقریبا 1 ساعت 10 minut است که 4 استکان رفته است. به نظر میشه ما ژلوتکا رو پر از آب میکنیم، پر از نباتچوی. خوش بیاید. واتساپ دارن همه؟ داره واتساپ؟ نویسید در افیر طرز نوشتش اونچنون میشه، یا حرف رقم، با حرف با رقم، چون رقم پاره را نمیگذاره در اینجا. یا میگوید 029 89 29 029 89 29 بود است رقم واتساپش. زفرجان اسکرو گفتن که بیایم اوش را چی بنه؟ در همین نزدیکی باشید، مرحمت کنید اوش بیایید. داریم عزیز بیگ جلال و هارمنگیزلر بار بولین تا o'zbekistonlik qarindoshimiz. Bobo kalon rahmat ako. Bonu chiba maska qattiq grip shide ne? Qadamimiz shikamdar shidagi budam amilla budam pur az uchuq shidagi است. بیا دادا گیجابا باشد اگر شما زنش دور انده بودید، چون از لفظ شما معلوم می شود که شما در راه دور یا در اسفره هستید یا در دیگر مکان، چون لهجه شما با این منطقه طوری نامده ایستاده است، چون شما در دوری هستید. اما اگر ما بود در این نزدیکی باشید خوش آمدید. خوجان تقریبا حدود ساعت 2:24 ساعت راو 3 اوش تقسیم میشد. اگر شما یگان سکراسنوی ماشین داشته باشید دیگه تا ساعت 3 اسپید کرده میتونید اومدن با هم ماسچو. از بیجال نما bo'lyapti aka. Bu yerda osh pishiryapmiz. Xayrlik qozon qo'yganmiz. Har kecha saharlik uchun taom omoda qilib tarqatamiz ro'zadorlarga. Buni shifoy ko'miltiya rahmat xo'g'ari aziz. Zafarjon Askarov kabutar ro'yi kunam. چی بنه؟ همون شعر کبوتر جه میگو در که این هندی همون کبوتر روی کردن گرفت. کلوب سیتی سلام ایجا خدایی اکا. بله دوستم درم میفهم آدم زیرک در حال این چیزا حس میکنن و میفهمن. لایک ها را زنید دوستم. عزیز بیگ جلال و رحمت. ولی این شب خواب نمیبره یک ای و خدا دو گل گرفت. این شب خواب نمیبره دو گل گرفتم گفتم. سید اشرف میرزایف السلام علیکم. و علیکم سلام. آقای سید اشرف از ترکیه از استانبول زنده باشید. بیایید سر یک پیاله چای با یار و دوستان در اینجا اگر شناساتون باشد اگر نشسته mana salatchira berahmash akay tilo Aleyküm assalam. Biyan. Oş şavad. Zinde boşed Mirzoyev.
سید اشرف چون جوانی شما رو من در یاد دارم در همین دیار میگشتید بچه یاش بودید اکای تیلا استاد بورک هستن میگو زنده باشن استاد بورک بوده ولی 8 ساله بوده میدونم جوان بوده من اکام رو بگم آمدم اوش در کجا باشه رویم گفتن جهانگیر داده بویف ارمسشو مقیم هسته اونجا مقیم سر اکو محمد یوسف نه علی محمد سلیمو تیلا خدمت با زنده باشه زنده باشه اکو تیلا خدمت با یک پو خدمت با تیلا را برحمش نه اینجا مو اکتیو اینجا با زفرجان اسکرف سیم اشاسکا باین بیاید منم اینجا اشاسکی یکه هفته چند موقع بود؟ سید اشرف میره بابای خوجه کجا هستن نیستن با فکرم آمدگیشون نه سلام برستم نشست من چه گرده همین دیگه وای مسجد راگیف دیگه کنه شکاف شده گه دوستان هایده ترموش نه ما اونجا دیگ ادو حالا هم باشد این مکانی جای مگویم با دعای دوستا حالا هم دوام کرده ایستاده است خدا کند که تا آخر رمضان این دیگ کنش کنده نشود در اینجا همین محفل هر شب همینجا حاضر باشد و خدمت کند تا اینکه دستگیری برای آخرت شود دوستو زنده و سلامت باشن هر کس که در همین گوشه و کنار حصه گذاری میکنن چی با چای چی با هضم چی با دعا چی با حضور در همینجا همیشه خدا کند که دستگیری آخرت شود جهانگیر داده بوی آدرس سامانیون از کانال بولو نزدیک دکان اکو فیض الله خوجا زمستان میروم انشالله تایستان خوش آمده به تایستانی عزیزی ما وطن تینجی و آرامی متخان السلام علیکم اکو این آش در کجا باشه چند کیلو آش پخساده اینه کی میخره این دستفکه داره دوستی عزیزی من آتخان و علیکم سلام این آش در مسجد جماعت مسجد است تقریبا 65 کیلوگرم آش گذاشتگی هستیم این خورندش خودش با پای خودش میبیاید انا یکمین خورندش در نزد دیگ ایستادگی هست با طبقش در زیر بغلش اینجا ساعت رو نسی آش تقسیم میکنند در رکوردش 13 تا 15 منوت است او نمی بردارم با پروی گرفته میرن دور بله آدرس توش نشه گفته نیستم Şöyle bir atayım Rıza. Oğlum pek kilo oldu. چی غلطی؟ چی میه غلطی داره؟ احتیاط کنید مثل خوک که همجد خوک پولون میشه
آدما را نشان دید یک چهرهاشون را بینیم هموطنا را زنده باشید. نور محمد عابد او یگید خدایا دیوانه میشوم. رحمت الدوشی زنده باشید. میتونید به حضور او جهانگیر دادابویف لایک را میزنید دوستو، بی‌طرف نمیشه نسبت لایک. میرون اسلامبایف انا قبلگاهتون همینجا با پیکاس گویید. شهر میرفت چهارم استکانه دوستان، چهارمش چون اون اسپانسر نبود تو اینکه با دیگه چیز خودمون رو بند کنیم همین لیمون چای زده شتیم در اینجا گدی دیگه با خدا کند که همین لیمون چای هست. شیفش لیکن نسوزه قالب شو نامده. حال وقت ها؟ اگه سوالاشو بیوه سری آدم ویران میشه از سوالو. دایی تو چکنه بده این دایی تو چیزا؟ کارتا؟ کانسه؟ خیلی شیر میپرته دمه خیلی پرفته میگنه قاپی شنو میتونه خدا خواهد یک چوی توریست که تو میبرم اکو بلوگ گم نیست دوستان زنده و سلامت باشید. مرس سلام علیکم جماعت و علیکم سلام اهل نشستگان با شما سلامی خودشون میرسونم از جانب من. خیلی ما خوب میکنیم ما به ساعت 12 شما به حضور آش شود. زنده باشه سید اشرف میرزویف. پگو تعامی ما فرق میکند از امروزش دیده. پگو ما از ساعت 10 سحر در همین دیگه مونده کشک میپزیم. اوشی گندم اوشی بهاری که برای سحری خوری از پگو ساعت 10 روز آمودگی میبینیم.
اون موشی یا موشی دان موشی میکنه اون موشی سونش مخبر نه نه اجوش شاف اون طرف اکنه منم چند گندش شد نه اوه اکنه بابای زنده بودن اما روز باباش بردن اصور فروختن الحمد لله بخیره هم از کمی آدم سازنیم شورا جون شوکر شده بهترین آواز تو مقصد خسته بر اومد گفتم چی باشد که آوازش بهترین هم پیلوس زیر میگنی پرفتا میگیری داده برفت تمام اگه در روز بیا جورا ترکیه misin? Yok, Tacik من تاجیک اسلام گران کاسه بچه اوه اکو اوزی خرابه رحمش برای در این طول 2 روز میشد که در همین همسایگی ما یک خر اومدگی هسته برای مخشای کوهی همین خونه گفته که سترویکه نوانده در اونجا بستگی است 2 روز باز گوشه ما رو کار کرده است Abbas Yıldırım selam olsun. Aleyküm selam. Çok teşekkürler. Asma? Güzel bak teyze, parası olmuş ya kesin. با ماشین در کار نیست که خدریزی نیستم دوشان برم باز همون مرشود نه که اون مرشود من مقاله که مرشود نزدیک باشد روم اون مرشود خدریزی کجا میره چند خوشیده 18 تا 19 تا رستم کو رستم را وایرون ملال میکنم و تاکسی دیگه چی ده یک هم سلات و سیویش ناز باشد که مایلا و حضور رفتم میگیرم امرا ایو تمام سعی زنده باشید دوستو لایکو را زنید چون تا از همین تقریبا 1.5 ساعت است که فقط همین 16 تا لایک است خلاص دوستو این لایکو یکم و یک نیست شما نترسید دوستو تنها برای تشویق کوری خیر بیا میگم باش Abbas Yıldırım selam olsun. Aleyküm selam. Şimdi oraya badar nune ki.
این شرم آلی شرم نفس یه دو رو این طرف اون طرف نگاه کنه داخی یگید بر دبولا شما نید که ولی بچه ها تلپه میبیان اینجا تو تلپه میکنن های دوستو پناه بر خدا طول 1.5 ساعت بود که با شما بودم خداحافظی میکنم چون برای بردن تعام برای بیمارها ماشین در کلاس بود رفته ماشین آرام اینجا خدمت مردم میکنیم انشالله برای بیمارو دیگر نمودی افراد جامعه آش میبریم Cioè, scusa?